بگو اسم این وسیله چیه؟ بهت 10 تا اسم میگن با انواع تلفظا. بهت نوردبان میگن، نردبان میگن، نردبون هم میگن. ولی بگو با این نردبون چجوری کار میکنن؟ همه فقط نگات میکنن، میگن مگه اینم روش استفاده داره. اینجاست که سیستم آموزشی ما ایراد داره. تو بیان اسم اون وسیله موندیم، چه برسه به استفاده صحیح از اون وسیله. برای استفاده از نردبون یه تکنیک ساده هست که اگر ازش استفاده کنید دیگه نردبون یا نردبان لیز نمیخوره و با خیال راحت میتونید ازش استفاده کنید. مقابل نردبون وای میسین، پاتون رو با قسمت پایینی نردبون فیکس میکنید به این صورت. دستتون رو روی یکی از پله های نردبون میذارید. این مچ دست شما اگه پله رو رد کرد یعنی شیب این نردبون زیاده. بعد نردبون رو به قسمت عقب‌تر بکشین به سمت خودتون. دوباره امتحان میکنی. این مچ دست شما باید با این پله توی راسته قرار بگیره. این میشه شیوه صحیح استفاده از نردبون. موفق باشید که موفقیت برازنده شماست.